میدان قاطعانه دفاع کنیم، در هر میدان قاطعانه دفاع کنیم و در زیر شرط همین نظام افغانها را جمع نگه داریم. چنانچه الله تعالی فرموده است ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. الله جل جلاله میفرماید با یکدیگر نزاع نکنید، جنجال نکنید در امور جهاد که در این صورت بزدل میشوید و میرود قوت از دولت و نصرت شما و شکیبایی ورزید در قتال و سختیها. هر آنچه خدا با صابران است در جنگ و نصرت و حفاظت. الحمدلله به نصرت الله جل جلاله و برکت قربانی ها و خستگی های مجاهدین امارت اسلامی کشور ما امن شد. مردم نسبت به هر زمان دیگر در امنیت مطمئن زندگی می‌کنند. باید این را فراموش نکنیم که امنیت یک نعمت بزرگ الهی است و باید به خاطر آن شکر تمامدار الله تعالی را ادا نماییم. الله تعالی فرموده است و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.